سلام، احسان بابایی ام و در دوره آموزش سی شارپ سطح متوسط کمک میکنم که شما درک مناسبی از زبان سی شارپ رو به دست بیارید و بعد از این دوره بتونید اولین نرم افزار خودتون رو طراحی کنید. در دوره مقدماتی شما رو با مقدمات این زبان آشنا کردم و یک برنامه خیلی ساده ماشین حساب رو هم پیاده سازی کردیم. تا به اینجا شما تعدادی از دستورات برنامه‌نویسی رو یاد گرفتین، اما هنوز نمیتونید یک نرم افزار کامل رو پیاده سازی کنید. در این دوره این کار رو انجام میدیم و یک نرم افزار واژه پرداز شبیه به نوتپد ویندوز رو طراحی میکنیم. اما قبل از طراحی این نرم افزار شما باید با تکنولوژی ویندوز فرم هم آشنا باشید. در فصل اول این دوره تکنولوژی ویندوز فرم رو به شما آموزش میدیم و در فصل دوم شروع میکنیم به نوشتن اولین نرم افزار با زبان سی شارپ. و سپس در فصل چهارم بحث بسیار مهم شی‌گرایی در سی شارپ رو یاد میگیرید. بعد از یادگیری شی‌گرایی دید خیلی خوبی نسبت به کدنویسی به دست میارید و خیلی راحت تر میتونید طراحی برنامه ها رو انجام بدید. برای اینکه به خوبی از قدرت دات نت استفاده کنید باید با این فریم ورک به خوبی آشنا باشید. در فصل پنجم قسمت های مختلف دات نت رو بررسی میکنیم و در نهایت در فصل 6 یک پروژه دفترچه تلفن که بتونه اطلاعات رو هم در یک دیتابیس ذخیره کنه رو طراحی می‌کنیم. برای پروژه پایانی این دوره از دیتابیس اسکیول سرور استفاده می‌کنیم و همچنین از ORM EF Core برای ذخیره و بازیابی داده‌ها بر روی دیتابیس اسکیول سرور استفاده می‌کنیم که شما در این دوره در پروژه پایانی هم با دیتابیس اسکیول سرور آشنا میشید و همین که با ORM EF Core.